سلام، خوش اومدید به این ویدیو. تو این ویدیو قراره بررسی کنیم، ببینیم سازوکار کامپایلر و مفسر چیه، تفاوتاشون رو ببینیم که چیا هستن و ویژگیهاشون رو ببینیم چی هست. بریم برای ویدیو. در کل وظیفه کامپایلر و مفسر یا همون اینترپرتر اینه که کدی که ما نوشتیم که به زبان سطح بالایی هست و برای کامپیوتر قابل درک نیست و به یه زبان سطح پایین‌تر که برای کامپیوتر طبیعتا قابل درکه تبدیل کنه. حالا با اینکه نتیجه کار این دوتا یکیه، یعنی یه زبان سطح بالا رو به زبانی که برای کامپیوتر قابل درکه تبدیل میکنن، ولی یه تفاوت‌هایی دارن توی نحوه انجام کارشون. بریم با هم دیگه اول نحوه سازوکارشون رو ببینیم و بعد تفاوتاشون. اول نحوه کار زبانهای کامپایلری به این صورته که وقتی ما کد رو به کامپایلر میدیم، کامپایلر به صورت یکجا کد رو بررسی میکنه و اگه خطا داشته باشیم خطا میده و م- عملیات کامپایل انجام نمیشه. وقتی حالا ما اون خطا رو برطرف میکنیم، گفتیم کامپایلر به صورت یکجا کد رو کامپایل میکنه و یک فایلی به ما تحویل. حالا ما میتونیم اون فایل رو اجرا کنیم، ورودی بدیم، خروجی بگیریم، ورودی بدیم، خروجی بگیریم و تا زمانی که تو کد ما تغییری ایجاد نکنیم میتونیم که اون فایل رو اجرا کنیم. مثلا توی ویندوز فایلی که به ما میده مثلا اگزه هستش. نمونه هایی هم از زبان کامپایلری میتونیم به سی شارپ و سی پلاس پلاس اشاره کنیم. حالا میریم سراغ مفسر یا همون اینترپرتر. مفسر برخلاف کامپایل یه تفاوتی که همین شروع کار متوجهش میشیم، کامپایلر به صورت یکجا کد رو کامپایل میکرد ولی مفسر به صورت خط به خط. و این موضوع باعث میشه که وقتی خط به خط بررسی میکنه کد رو، وقتی تا جایی که ما خطا نداشته باشیم کد رو اجرا میکنه، همزمان ورودی میگیره و به زمانی که با خطی که خطا توش وجود داشته باشه برسیم خطا میده و از اون خط به بعد رو تفسیر نمیکنه. و تا زمانی که ما اون خطا رو برطرف نکرده باشیم، خطا رو پیدا نکرده باشیم و برطرف نکرده باشیم، از اون خطی که خطا داره پایینتر نمیره برای تفسیر. و برخلاف کامپایلر هیچ فایلی به ما تحویل نمیده، چون که گفتیم که خط به خط بررسی میکنه و تو همون همزمان هم اجرا میکنه. نمونه هایی از زبان های مفسری هم میشه به پایتون، جاوا اسکریپت، روبی و اینا اشاره کرد. خب حالا همونطور که اینا رو بررسی کردیم، یه سری ویژگی ها کامپایلر نسبت به مفسر داره، یعنی یه سری مزایا کامپایلر نسبت به مفسر داره، یه سری مزایا هم مفسر نسبت به کامپایلر داره. بریم حالا با هم دیگه این تفاوت‌ها رو بررسی کنیم، ببینیم که چی هست. تفاوت اولی که ما میتونیم بهش اشاره بکنیم چگونگی اجرا شدن کدها توش هست. همونطور که میدونیم مفسر خط به خط کد رو بررسی میکنه و هیچ فایلی به ما تحویل نمیده. بنابراین هر وقت ما بخوایم کد رو اجرا کنیم لازمه که مفسر دوباره کد رو تفسیر کنه. ولی کامپایلر اینگونه نیستش. کامپایلر یک بار کد رو کامپایل میکنه، یک فایل به ما تحویل میده و تا زمانی که ما تو اون فایل، یعنی تو اون کد دست نبریم و تغییرش ندیم، میتونیم از اون فایلی که کامپایلر به ما داده استفاده بکنیم. تفاوت دوم که مهم هستش وابستگی این دوتا به سیستم عامله. همونطور که گفتیم کامپایلر کد رو یک جا کامپایل میکنه، فایل به ما تحویل میده و طبیعی هم هستش که وقتی فایل به ما تحویل میده به سیستم عامل بستگی داشته باشه. مثلا تو ویندوز اگه ما کد رو کامپایل کنیم یک فایل اگزه مثلا به ما تحویل میده که ما فقط میتونیم تو ویندوز اون رو اجرا کنیم. پس کامپایلر به سیستم عامل وابستگی داره ولی مفسری اینجوری نیستش. ما زبانهای مفسری و کدش رو می نویسیم، به یه مفسر احتیاج داریم که تفسیر کنه و حالا
تو هر کدی که داریم تو هر سیستم عاملی که بخوایم میتونیم اجراش کنیم. تفاوت سومی که بین کامپایلر و مفسر وجود داره سرعت و میزان استفاده اونها از حافظه و پردازنده کامپیوتر ما هستش. زبانهای مفسری وقتی ما کد رو میدیم گفتیم خط به خط تفسیر میکنه و همین خط به خط تفسیر کردن باعث میشه که سرعت ما کمتر بشه و وقتی سرعت کمه چون میزان استفاده از حافظه و سی پی یو زیاده در واقع سرعت ما کمتر میشه. ولی توی کامپایلر اینجوری نیست. یک جا کد رو کامپایل میکنه و یک فایلی به ما تحویل میده و سرعتش بیشتره و میزان استفاده از پردازنده و حافظش نسبت به زبانهای مفسری کمتره. حالا یه چیزی که این وسط باید بهش اشاره بشه و خیلی مهمه اینه که وقتی ما میگیم زبانهای کامپایلری سرعت بیشتری نسبت به زبانهای مفسری دارن به این معنی نیست که ما بهتر از زبانهای کامپایلری استفاده کنیم. اگه بخوایم مثال بزنیم دو تا زبان رو، زبان سی پلاس پلاس که یک زبان کامپایلری و زبان پایتون که یک زبان مفسری هستش رو بخوایم مثال بزنیم، برای نوشتن ویندوز و اینا که به سرعت بیشتری ما احتیاج داریم بهتر از زبانهای کامپایلری و مثلا سی پلاس پلاس استفاده کنیم. ولی اگه بخوایم برای توسعه وب ما یک زبانی انتخاب کنیم بهتر از زبانهای مفسری یا مثلا پایتونی چیزی استفاده کنیم چون که برای توسعه وب بهتر هستن. و همچنین یه نکته دیگه که وجود داره ما کدهامون رو باید با الگوریتم بهینه کنیم. یعنی ممکنه کدی که ما با زبانهای مفسری می نویسیم با یه الگوریتم بهینه شده باشه و قشنگ چفت شده باشه سریعتر حتی اجرا بشه از زبانی که کامپایلری هست ولی الگوریتم بهینه پشتش نیست. پس باید به این نکته هم توجه کنیم. ویژگی آخر یا بهتر بگیم تفاوت آخری که بین زبانهای مفسری و کامپایلری وجود داره خطایابی ما هستش. توی زبانهای مفسری مسلما چون که خط به خط کد رو تفسیر میکنه و همزمان اجرا میکنه خطایابی راحت تر هستش. ولی توی زبانهای کامپایلری چون یک جا کامپایل میکنه وقتی خطا داشته باشه کاملا کامپایل کردن فرایند کامپایل کردن کامل نمیشه ما سخت‌تر میتونیم بفهمیم که خطایی که ما تو کد داشتیم کجا هست. پس خطای یابی توی زبانهای مفسری راحت تر هستش. طبیعتاً هم باید اینجوری باشه نسبت به زبانهای کامپایلری. این بود ویدیو امروز. امیدوارم مفید بوده باشه و تونسته باشم نکته هایی گفته باشم که به دردتون بخوره. لطفاً ویدیو رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو برای دوستاتون بفرستید. تا ویدیو بعد بدرود.